دعوت همچنان در مکه مکرمه خونه به خونه ادامه داشت، از این خونه به اون خونه. اما در طول این 3 سال اول هنوز جمعیت مؤمنین 30 نفر افزوده نشده بود. طبیعتاً هنگامی که دعوت مخفیانه است، هنگامی که علنی گفته نمیشه و مخفیانه سعی میشه پنهان بشه از خیلی از خویشاوندان و آشنایان و نزدیکان، تاثیرش اونقدر مشهود نیست. اما به خاطر حکمت‌های الله تعالی در سالهای اول، 3 سال اول، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت مخفیانه‌ای دارن. هنوز جامعه عرب اون خمیره اصلی رو که نیاز داره برای پذیرش این توحید به دست نیاورده. به هر حال روبرو شدن با این جامعه عرب، با 1 نفر، با 2 نفر، با 3 نفر کار آسانی نیست. در شرایطی که مردم جامعه عرب به خاطر یک شتر خون میریختن، حال کسانی که اون بت‌هایی که اون معبودانی که برای خودشون درست کرده بودن و برای هر کدوم از اونها صدها شتر رو قربانی میکردن، اگر کسی به اونها توهین میکرد چیکار میکردن؟ نتیجه مشخصه. و گفتن لا اله الا الله، کلمه توحید، توهین به بت‌های اونها، توهین به باور اونها محسوب میشد. اما به هر حال این دعوت باید علنی میشد، این دعوت باید از خانه ها بیرون میرفت، فراتر میرفت، برای که از شهر مکه کل عالم رو باید میگرفت و کم کم زمان اون فرا میرسید که دعوت علنی بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف الله متعال امر میشن تا دعوت رو علنی بکنن. این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، برو و خاندان خودت و طایفه خودت رو برو و پند بده و برو نزدیکترین خویشاوندان خودت رو پند بده. بعد از این که این آیه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و شروع کردن و حرکت کردن، رفتن به یک مکان مرتفع، به جایی که مردم مکه در اونجا جمع می شدند. تپه صفا در کنار کعبه، نزدیکترین مکان به اون خونه ها و مکان مرتفعی که در اون زمان هر کسی کار مهمی داشت، صحبت مهمی داشت، می آمد و می رفت بر روی تپه صفا. تپه صفا همین گنبدی است که الان شما پشت سر بنده کنار اون مناره دارید می‌بینید. زیر این گنبد امروزه تپه صفا واقع شده. البته تپه صفا در اون زمان بیشتر از این ارتفاع و این حجم بود و به مرور زمان کمتر شده. به هر حال در این مکان رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی این تپه ایستادن. عادت بر این بود کسانی که کار مهمی داشتن، امر مهمی رو می‌خواستن به مردم برسونن، می‌رفتن و بر اونجا ندا می‌دادن و صباحا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رفتن و اونجا شروع کردن و صباحا و صباحا. مردم مکه صدا براشون آشناست، صدای محمد امینه، صدای کسی که به اون اعتماد دارن. این صدا صدای گلوی راستگویی است. این صدا صدای زیباترین جوان مکه، راستگوترین و بهترین جوان مکه است. گل سر سبد جوانان مکه امروز آمده و داره ندا میکنه مردم رو برای امری مهم. همه وقتی که این صدا رو شنیدن، اون الفاظ رو میشنون، بیشتر مشتاق شدن، بیشتر پریشان شدن بعضیها که این چه خطری است که ما رو تهدید میکنه. امروز محمد امین صلی الله علیه و سلم حرکت کرده و سعی داره تا قوم خودش رو نجات بده. همه به حسن ظن این شخص اعتماد دارن، همه میدونن که این مرد خیر قوم خودش رو میخواد. همه تا به حال در 40 سال و اندی زندگی مبارکش از اون بدی ندیدن. همه اومدن و شروع میکنن که حرف این شخص رو گوش بدن. اونایی که خودشون نتونستن بیان، کسی رو میفرستن تا بیاد کنار تپه صفا تا ببینه که محمد امین صلی الله علیه و سلم چه خبر مهمی داره که این گونه برخلاف عادت گذشته خودش آمده و مردم رو بیم میده. مردم جمع شدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای تپه خطاب به مردم: آیا تا به حال از من شما دروغی شنیدید؟ نه، هرگز. ما تا به حال از شما دروغی نشنیدیم. ما تا به حال از شما خیانتی ندیدیم. ما تا به حال فریبی از شما ندیدیم. اگر بگم پشت این تپه، پشت سر من دشمن جمع شده و آماده حمله به شماست، آیا تایید میکنید؟ بله، حتما تایید خواهیم کرد. همیشه تو رو تایید کردیم، همیشه این شخص رو تایید کردن، همیشه مورد اعتماد بوده. موزگیریش در بنای کعبه، تجدید بنای کعبه و زندگیش در مکه و اصل و نسبش، خاندانش، شخصیتش، 40 و اندی سال زندگی گذشتهش یک نقطه ضعف به دست اینها نداده. کاملا بهش اعتماد دارن، کاملا به اون میبالند و افتخار میکنن.
رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه اعتماد اونها رو از اونها اعتراف میگیرن به اینکه من شخصی نیستم که دروغ بگم، من بین شما جایگاهی رو که خودتون معترف هستید داشتم و دارم و من تا به حال عادت نداشتم کسی رو فریب بدم، من به دنبال منافع دنیوی نبودم، من به دنبال پست و مقام نبودم، بلکه هدف من خدمت به جامعه بوده، هدف من کمک به هم نوعان خود من بوده. گویی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این صحبت ها رو میخوان با این تعبیر، با این اعتراف گرفتن به اونها برسونن. همه منتظرن که حال محمد چی میخواد بگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یک کلمه برای من بدید تا عرب و عجم همه فرمان بردار شما بشن، پادشاه عالم بشید. بگو یا محمد ما که دوست داریم، ما که پادشاهی رو دوست داریم، زعامت رو دوست داریم، ما اصلا در خون و رگ ماست حب ریاست، حب مقام، حب جاه. سران قریش همه این رو دوست داشتن. بگو محمد، بگو اون کلمه چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یک کلمه به من بگید تا سعادت دنیا رو به شما بدم، تا سعادت آخرت رو به شما بدم، تا بر عرب و عجم حکومت بکنید. یک کلمه، 10 کلمه به شما میدیم، بگو این کلمه چیه که این همه برای ما نیکی و خیر داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید، بگید لا اله الا الله تا پیروز بشید، لا اله الا الله و بگید تا مالک عرب و عجم بشید، در دنیا و آخرت رستگار بشید. شنیدن این جمله برای کسانی که تمام زندگی خودشون رو وقف کرده بودن بر بت‌هایی که در کعبه می‌پرستیدن، برای اون معبودان باطلی که داشتن، آسون نبود. ابولهب عموی رسول صلی الله علیه و سلم از میان جمع بلند شد و نفرین کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و گفت نفرین بر تو، آیا به خاطر این ما رو جمع کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی جدیدی رو شروع کردن. مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد. دعوت علنی شده. تا به همین لحظه، چند لحظه پیش همه معترف بودن، همه داشتن قبول میکردن حرفش رو که تو بهترینی، تو صادقترینی. اما اینجا وقتی که بحث اعتقاد مطرح شد، وقتی بحث خدایان باطل اونها مطرح شد، شروع کردن تغییر کردن، عوض شدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم روی تپه صفا رفتن برای اعلان این مهم. گرچه از طرف ابولهب مورد توهین و نفرین قرار گرفتن، الله تعالی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت نمود. سوره مثل نازل شد بر ضد ابولهب و الله متعال فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. هر دو دست ابولهب خشک باد و خشک شد و ادامه تهدیدهای دیگری و وعده عذاب جهنمی که به او داده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم مکان مرتفع رو قبول کردن، مکان مرتفع رو انتخاب کردن تا نزدیکان خودشون رو بترسانن، تا از قوم فامیل و خویش و بندان خودشون شروع بکنن، تا اول این کسانی رو که به اون نزدیکترن میتونن از اون حمایت بکنن، صله قرابت با اون دارن، خویشاوندی با اون دارن، قوم خویشن با هم دیگه، اینها بتونن بیشتر حمایتش کنن. اینها میتونن از اون بیشتر در مقابل سختی ها، مشکلات، مشقات، دشمنی ها و عداوت های آینده حامی اون باشن. اینها اولاترن به فضل و رحمت و بخششی که از طرف این شخص برای امت آورده شده. اینها اولاترن برای اینکه نجات پیدا بکنن، برای اینکه در امان بمونن از اون عذابی که اونها رو برحذر داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم طایفه قریش، قوم مکه رو خطاب قرار میده، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان. همه اینها رو یکی یکی ذکر میکنه. مواظب باشید، بترسید از عذابی که در انتظار شماست. حتی اسم افراد رو هم میگیره. عمه خودش صفیه رو ذکر میکنه، عموهای خودش رو ذکر میکنه، دختران بزرگوار خودش رو ذکر میکنه، فاطمه زهرا رو ذکر میکنه. فاطمه بترس از اون چیزی که در انتظار توست، در پیش رو داری. اگر خودت خوب نباشی، من هیچ چیزی رو نمیتونم از تو دور بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه رو بیم میده از اینکه به فکر خودشون باشن، از اینکه حرکت بکنن. از طرف دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانند که قریش اگر حرکت کرد، اگر رأس عرب حرکت کرد، اگر بهترین قبیله عرب که همه عرب به اونها اعتراف دارن، به فضل و جایگاه اونها، بقیه عرب اونها میان. و از طرف دیگری مکه مکرمه، این شهر مقدس
کعبه رو در خودش داره. این شهر مقدس یک مکان مذهبی است، یک مکان روحانی است و باید دعوت از این شهر آغاز بشه. اینها باید برسونن دعوت رو به تمام دنیا، اینها باید حرکت بکنن. این شهر مقدس که در طول تاریخ مقدس بوده و این شهری که در اون کعبه است که اولین خانه است که برای عبادت انسانها برگزیده شده و ساخته شده، از اینجا باید این دعوت جدید، دعوت اسلام حرکت بکنه. از قلب تپنده امت اسلامی، از مکه مکرمه این دعوت باید ترویج داده بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن روی تپه صفا، از مکانی مرتفع شروع کردن به دعوت و امروزه هم این راه و روش ادامه داره و امروزه هم ایستگاه‌های مخابراتی، ایستگاه‌های تلویزیونی، ایستگاه‌هایی که برای رساندن اطلاعات، برای رساندن دعوت به امت استفاده میشه، بر روی این ارتفاعات، بر روی این بلندی هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه بر روی صفا دعوت علنی رو آشکار کردن، تاریخ در مکه مکرمه شکل دیگری به خودش گرفت. زندگی برای مؤمنین در مکه سخت‌تر از قبل شد و دشمنی‌ها و عداوت‌ها بیشتر و بیشتر گشت. آقا و سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم، جانم فداش، و دست پروردگان مکتب ایشان چه سختی ها که در راه توحید متحمل نشدند، از فحش‌ها و بدها و ناسزاها که بیشان گفتند، از تحریم‌های اقتصادی، از حرفهای ناروایی که در رسانه‌های گروهی آن زمان بهشون گفتند، از تهمت‌های جادوگری و شعر و شاعری و کهانت و غیره که بیشون و به اصحابشون نسبت داده شد، و از شکنجه‌های بسیار بسیار دردناک، از اون شکنجه هایی که ما در طول زندگی آن جناب و اصحابشون شاهد اون بودیم. همه اینها این افراد رو آماده می کرد برای مؤمن بودن، برای دعوت و تحمل سختی های آینده. مگر نه خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خدای یکتا 40 سال تربیت کرد تا دعوت رو 23 سال رهبری کنه. این دعوت، این ایمان نیاز به صلابت ها و قدرت ها و توانه های بسیار بسیار بزرگ و کوهشکن داشت و این شکنجه ها و این سختی ها در واقع همون طلا رو ذوب می کرد و ماده اصلی مؤمنان به نمایش گذاشته می شد. در کشمکش این سختی ها و در کشمکش اون خواسته ها و شهوت های شخصی و خواسته ها و شهوت های جامعه که بر اونها تحمل می شد، نمادهای اخلاقی، ارزش های ایمانی بروز می کرد و نمایان می شد. مگر نه این است که همون مردانگی این صحابه بود، همون شجاعت و دلیل مردی این صحابه بود که باعث شد برخی از بزرگ جوان مردان قریش، امثال عمر، امثال عمرو بن عاص، امثال خالد، وقتی می دیدن این کنیزک ناتوان، سمیه‌ای که جز چشم قربان، نوکرتم قربان چیزی بلد نبود، اومد و شد یک شیرزن که در مقابل بدترین شکنجه های ابو جهل کمر خم نکرد. اینها وقتی دیدن اون بلال سیاه چرده حبشی که اونطور به کمر خم میکرد، دست و پای سیدشو میبوسید و نوکری بتها میکرد، اون یهو شد بلال احدگو، اون شیر خدا. این باعث شد که این شخصیت ها متأثر بشن و دعوت توحید رو قبول کنن. همچنین واسه خود این مؤمنان ارزش و بهای این دین نمایانتر میشد وقتی که در راه این دین بهترین چیزهاشون رو فدا میکردن، جونشون رو میدادن، خونشون رو میدادن، مال و ثروتشون رو میدادن، بهترین عزیزاشون شهید میشد. اون وقت احساس میکردن که این دین چه بها و ارزشی داره و همچنین این باعث میشد که احساس بکنن چقدر خودشون ناتوانند، چقدر خداشون بزرگه و احساس بکنن که چقدر باید فروتن باشن، چقدر باید نزد خودشون رو ضعیف جلوه بدن، چقدر باید ایمان رو در کالبدشون بزرگ و بارورتر کنن و این باعث میشد صفات فروتنی، زهد،
بندگی در مقابل خداوند متعال و تنها در مقابل خداوند متعال در کالبد اونا پرورش پیدا کنه و این باعث میشد که ارزش دینشون رو بدونن و این باعث میشد که پیش خداشون عزیز باشن، خدا اونا رو دوست داشته باشه، واسه خودشون واسه آخرتشون بسازن. و این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعجب میکرد از رادمردی مؤمن و میفرمود عجبا لامر المؤمن، چه عجیب است. کیه داره تعجب میکنه؟ رسول خداست. کیه داره میگه عجبا؟ کسی که خدا فرستاده و این مبانی و ارزش‌های ایمانی رو به صحابه، به شاگردانش، به مؤمنانش یاد داده. میفرمودن عجبا لامر المؤمن، همه امر مؤمن خیره. اگه اونو بهش سختی برسه صبر میکنه، استقامت میکنه، شکیبایی و بردباری نشون میده و این واسهش خیره. و اگر بهش خوبی برسه شکر خدا رو به جا میاره و این واسهش خیره. حتی اگر یه خاری به دست مؤمن بیفته، به پای مؤمن برسه، اون واسهش خیره. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دعوت و توحید مشکلات فراوانی را تحمل کردند، سختی های زیادی را پشت سر گذاشتند و این یکی از حکمت ها و یکی از سنت های الهی است. آزمایش، امتحان، ابتلا قانون الله تعالی است در دنیا زندگی انسان در اون زندگی پرپیچ و خمی است که فراز و نشیب فراوانی داره. در این میان کسانی که در ابتلاعات، در سختی ها، در مشکلات صبر میکنن و تحمل میکنن و با امید پاداش الله تعالی، با امید اجرش و با امید بهشتش این مشکلات رو به جان میخرن و راضی میشن به رضای الله، اونها کسانی هستند که برد کردن و اونها همون رستگاران واقعی هستند. الله تعالی در سوره مبارکه بقره در آیه 154 میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یقینا شما را آزمایش خواهیم کرد با چیزی در گرسنگی ها، در ترس، در گرفتن مال و اموال، در مصیبت هایی که در ثمرات زندگی شما حاصل میشه، چه ثمراتی که در محصولات کشاورزی است، چه در تجارت، چه در ثمره زندگی انسان، فرزندان انسان، همه اینها آزمایش‌هایی از طرف الله متعال. دنیا محل آزمایشه، دنیا محل امتحانه و طبیعتاً انسان وقتی که در جلسه امتحان قرار میگیره انتظار نداره که همش راحتی باشه و خوشی و انسان عاقل کسی است که در میدان امتحان، در میدان معرکه فقط به فکر نتیجه است، نه به فکر آسانی در امتحان، نه به فکر راحتی و نه به فکر خوشی درون. الله تعالی هدف خلقت عالم رو، هدف از آفرینش آسمان ها و زمین رو امتحانهای انسان ها می داند. الله تعالی در سوره مبارکه انعام آیه آخر می فرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض، و او کسی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و بعضی از شما رو بر بعضی از دیگران برتری داد در بعضی از موارد، یکی در جسمش، در زیباییش، در شکل ظاهریش، در مالش، در کلامش، در ثروتش و دیگری به نحو دیگری برتری داده میشه بر دیگر انسانها. هر انسان از طرفی با اون نعمت‌هایی که الله تعالی به اون داده میشه مورد آزمایش قرار میگیره، از طرف خودش چگونه در مقابل این نعمت پاسخ میده و یا در مقابل این نقمت و سختی و مصیبت واکنش نشون میده. از طرف دیگه خود انسان وسیله‌ای برای سنجش، وسیله‌ای برای آزمایش دیگران قرار میگیره. الله تعالی میفرماید که ما دنیا رو آفریدیم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا ببینیم که کدوم یکی از شما بهتر عمل میکنید، کدوم یکی از شما بهتر برخورد میکنید و هر کسی بهتر عمل بکنه پاداش بهتری خواهد داشت. الله متعال قوم‌های قبل از شما رو آزمایش کرده، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الله تعالی با این آزمایش، با این امتحان قصد داره تا راستگویان در گفتار، راستگویان در کردار، راستگویان در پندار رو، اونها رو از دیگران، از دروغگویان، از منافق صفتان، اینها رو جدا بکنه. امتحان‌ها و آزمایش‌های الهی
حکمت‌های بیشماری داره که میتونه یکی از اون حکمت‌ها این باشه که مؤمنین مخلصین، که مؤمنین واقعی از منافقین، از دروغگویان جدا بشن. انسان‌های مؤمن، انسان‌های مخلص وقتی که در مشکلات، در سختی‌ها قرار می‌گیرن، امتحان خودشون رو به بهترین وجه ممکن پس میدن. اما عده دیگه‌ای که فقط ایمان رو با زبان قبول کردن و فقط ظاهرا مسلمان شدن، به تعبیری ساده‌تر خودمون مسلمان‌های شناسنامه‌ای هستند و به تعبیر قرآن کریم همون انسان‌هایی که یعبد الله علی حرف، بر کنارهای زندگی در حاشیه‌ها الله تعالی رو عبادت میکنن. ایمان برای اونها اصل نیست، بلکه به خاطر تنوع، به خاطر اینکه دور بریها جامعه قبول کردن اینها هم قبول میکنن، به خاطر اهداف و اغراض شخصی خودشون. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر نیکی بهش برسه، اگر خوبی بو برسه، اطمینان پیدا میکنه، راه خودش رو ادامه میده. و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه، اگر به اون مشکلی برسه، مصیبتی برسه، به پشت سر خودش برمیگرده. خسر الدنیا و الاخره، اینها کسانی هستند که در دنیا و آخرت خسارت کردند. یکی از حکمت‌های الله متعال اینه که مؤمنین مخلصین رو در مشکلات، در سختی‌ها، در ابتلاعات، در خارهایی که در مسیر زندگی انسان قرار میده، اون رو پاک بکنه. اون مؤمنین مخلصین مشخص بشن از دروغگویان. علاوه بر این، کسانی که قراره بار سنگین توحید رو بر دوش خودشون حمل بکنن و به اقصا نقاط عالم برسونن، این عده باید صبر بالایی داشته باشن، باید تحمل بالایی داشته باشن. این عده باید در کوره مشکلات، در کوره سختی ها پخته بشن، حرارت ببینن. اینها باید در این کوره، در اون گرما، در اون شدت، در اون سختی ها باید ذوب بشن، نرم بشن و بعد پتکی بر سر اونها کوبیده بشه تا از این خمیره اصلی شمشیری تیز و برنده درست بشه به دست آهنگری قهار رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا این شمشیرهای برنده بتونن بر طاغوتیان زمان غلبه بکنن، تا اینها بتونن در آینده در مقابل دشمنان توحید بایستن و بشه از این ثروت‌ها، از این مواد خام اولیه بهترین استفاده رو کرد. دنیا محل آزمایش، محل ابتلاست. روزی به نفع انسان، روزی بر علیه انسان. تقابل بین سختی ها و آسانی ها، تقابل بین خار و سبزی، تقابل بین سنگ و علف ها، اینها طبیعت دنیای ماست. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. هر سختی آسانی خواهد داشت، بعد از هر سختی آسانی خواهد بود. روزی بلندی است و روز دوم فراز و نشیب. این آسمان مکه است. این آسمان شاهد دلیرمردی و رادمردی و شجاعت طلایه‌داران دعوت اسلامی بود. خباب ابن ارت آهنگری از شهر مکه، یکی از اولین کسانی که به دعوت اسلام لبیک گفت. خباب توسط افراد مکه بسیار بسیار شکنجه ها دید، تا جایی که به تنگ اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. آن حضرت در کنار کعبه دراز کشیده بودند. اومد و گفت که یا رسول الله، ما به تنگ اومدیم، برای ما دعا نمی کنی؟ دعا کن که خداوند این قریش رو نابود کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هرگز نمیخواست امید به آینده روشن در دیدگان صحابه کمسو بشه و هرگز نمیخواست صحابه چنین این مدرسه آینده ساز چنین به زودی از کوره دره، و هرگز نمیخواست افرادی که تربیت میکنه این چنین زود خود را از دست بدن و بیان شکایت کنن. خیلی ناراحت و پریشان از جای پرید و گفت ای خباب، در ملت‌های پیشین قبل از شما چاله ها میکندن، مؤمنان را می آوردن داخل چاله میگذاشتن، اره‌ای می آوردن از وسط اونها رو دو نصف میکردن و این هرگز باعث نمیشد که اونها لحظه ای از دینشون کنار برند. ای خباب، شما عجله نکنید، روزی خواهد رسید که یک فرد از صنعا تا حضرموت تک تنها سفر میکنه و از هیچی نمیترسه، پس عجله نکنید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه اش رو دنیایی از همت و دلیری میخواستند. خباب شکنجه ها دید. سرورش که زنی بود به نام ام انهار اونو خیلی شکنجه کرد. آهن میگرفت، داغ میکرد، میگذاشت روی سر خباب. خباب روزی اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از وضع خودش گفت. پیامبر براش دعا کرد خدایا به داد خباب برس. اون ام انهار بیمار شد، یه مریضی بسیار وحشتناکی پیدا کرد که پزشکان گفته بودند باید سرشو داغ کنند. اون وقت می اومد پیش خباب، همون آهنی که باش سر خباب رو داغ میکرد بهش میگفت که همینو بگیر داغ کن بذار رو سر من. و خداوند اون زن رو جلوی دیدگان خباب این چونین خار کرد. بعدها حضرت عمر به خباب میگفت که چیکار کردن باد؟ ایشون هم پیراهنشو بالا میکشید، پشتشو به حضرت عمر نشون میداد. واقعا یک حالت تصویر بسیار پریشان و وحشتناکی بود. حضرت عمر تعجب میکرد، میگفت خباب با تو چی کردن؟ میگفت که می اومدن یک اخگرای داغی می آوردن رو زمین میریختن و منو روشون میخوابوندن و این مردی می اومد پاشو میذاشت رو سینه من تا پوستم، چربیم، گوشتم آب میشد و به زمین میرسید. اون اخگرا اون آتیشو خفه میکرد. این نمونهایی از شکنجه ها و سختی هایی بود که این طلایه‌داران دعوت اسلام تحمل کردند. در کنار آزار و شکنجه های جسمی، مشرکان با شیوه های گوناگون دیگری نیز مسلمانان را تحت فشار قرار می دادند. اتهام پیامبر به دیوانگی، جادوگری، مسخره کردن و پوزخند زدن و ایجاد تشویش در میان حرفهای ایشان، تحریف سخنانشان، درخواست معجزات گوناگون به قصد توهین و ناسزا گفتن به قرآن و شخص نبی کریم از دیگر شیوه های قریش برای فشار آوردن بر مسلمانان بود که در کنار شکنجه و تعذیب صحابه کرام و شخص رسول گرامی اسلام از آن استفاده می کرد. این فشارها نه تنها ایمان مؤمنان را تضعیف نمی کرد، بلکه روحیه آنها را قوی تر نموده بر صداقت و صفای قلب‌های آنها می افزود. قریش جنگ تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای را در سطح جزیره عرب بر علیه دعوت اسلام رهبری می کرد. مشرکان سعی داشتند با تبلیغات سوء خود مانع رسیدن ندای حق به گوش زائران خانه خدا شوند، ولی تمام این تلاش های قریش بی ثمر مانده نتوانست صدای توحید را خفه نماید. یکی از راه‌هایی که مشرکین مکه برای جلوگیری از رسیدن توحید و دعوت به زائرین مکه مکرمه و خانه کعبه داشتن، کسانی که می آمدن برای زیارت کعبه، کسانی که می آمدن به مکه مکرمه حتی برای تجارت، یکی از این راه‌ها این بود که می آمدن و مشرکین در میان این مردم شایعه پراکنی می کردن که این انسان، یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، مجنون، دیوانه است. این انسان خودش نمیدونه که چی میگه. بسیاری متاثر شده بودن از این شایعات، از این حرفهای بی اساس، چه در داخل مکه چه خارج از مکه. یکی از افرادی که از این شایعه پراکنی ها در امان نمونده بود و تا حدودی پذیرفته بود، فردی بود به اسم زماد از طایفه به اسم ازد. زماد ازدی کسی بود که خودش مشغول بود به تداوی بیمارانی که مبتلا شده بودن به جنون و دیوانگی. پیش خودش فکر کرد، گفت شاید من بتونم مشکل این فرد رو حل بکنم، برم پیشش و از اون بخوام تا بهش کمک بکنم، از این حالت جنون اون رو خارج بکنم. به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و گفت من دعاهایی بلدم که اگر
اونها رو بخونم، الله تعالی هر کسی رو که بخواد شفا میده. آیا محمد میخوای که من برای تو هم از این دعا بخونم تا الله تو رو شفا بده، از این مشکل خارج بشی؟ اونها فکر میکردن صحبت هایی که رسول صلی الله علیه و سلم میکنه از روی جنونه، از روی دیوانگی است. حداقل این گونه شنیده بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون اینکه خشمگین بشن، بدون اینکه این حرف رو به خودشون توهینی حساب بکنن و از کوره در برن، عصبانی بشن که تو به من مجنون خطاب کردی، به من رو مجنون و دیوانه میدانی، با آرامش، با متانت، با حلم و وقار شروع کردن به گفتن این جملات: ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حمد و سپاس از آن الله است، او را ستایش میکنیم و او را میپرستیم و از او برای گناهان خودمون آمرزش میطلبیم. هر کسی رو که الله هدایت بکنه گمراه نخواهد شد و هر کسی که گمراه شد دیگر راهی برای هدایت او نخواهد بود. هر کسی رو که الله گمراه کرد راهی برای هدایت او نخواهد بود. و شهادت میدم که هیچ معبود به حق بجز الله تعالی نیست و شهادت میدم که محمد فرستاده و رسول اوست و بنده اوست. زماد از شنیدن این سخنان، از شنیدن این حرفها به شگفت آمد. دوباره تکرار بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کردن و دوباره این مقدمه رو تکرار کردن. زماد با خودش داره فکر میکنه. اومده پیش شخصی که فکر میکرده مجنونه، فکر میکرده دیوانه است و تلاش داشته تا او رو با دعاخونی خودش کمک بکنه و از این حالت خارج بکنه. امروز وقتی این جملات رو میشنوه، در این لحظه وقتی که این تعبیرات رو میبینه، به ناچار اعتراف میکنه و میگه که من خدا قسم هیچ شاعر و هیچ مجنون و هیچ جادوگری چون این کلامی رو نگفته و من از امثال این افراد تا به حال چون این تعبیراتی نشنیدم. دستت رو دراز بکن، دستت رو به من بده تا با تو بیعت بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست او رو گرفتن و با او بیعت کردن بر اسلام. زماد مسلمان شد. اما از اونجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دعوت، برای گسترش دعوت، برای اینکه افراد بیشتری در دایره توحید و اعتقاد صحیح داخل بشن رغبت دارن، علاقه شدیدی دارن، فرمودن از طرف قومتن بیعت بکن. زماد از طرف قومشان بیعت کرد، دست گذاشت بر روی دست رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعداً بره و قوم خودش رو هم به سوی توحید دعوت بکنه و راهنمایی بکنه. زماد که فکر میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیماره و قصد داشت تا با دعا خواندن خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به زعم خودش شفا بده، تازه فهمید که خودش بیمار بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم باید او رو شفا بده و باید به او کمک بکنه تا از این بیماری شرک، بیماری کفر، بیماری که در فساد اعتقادی داخل شده نجات پیدا بکنه. زماد مسلمان شد و بعداً به سمت قوم خودش رفت. بعدها وقتی که مسلمانان از کنار طایفه او گذر می‌کردند، به خاطر احترام به او، به خاطر جایگاهی که زماد در قلوب مسلمین داشت، در جمع مسلمین داشت، به طایفه او هم احترام می‌گذاشتند. روزی ابوجهل آمد به خانه خدا. قلدرا و جوانای قریشی ایستاده بودند. با کمال غرور و تکبر گفت من 100 بار این محمد را گفته بودم که صورت خودش رو به زمین نماله. راستی تا هنوز محمد میاد صورتشو تو خاکا میماله؟ اونا هم گفتن بله میادم اینجا، میگن نماز میخونه. گفت اگر ببینمش که بیاد اینجا نماز بخونه پامو میذارم رو گردنش و لهش میکنم. در این همین اثنا چند تا جوان اونجا بودن گفتن ابوالحکم مگر نمیبینی محمد داره در اون زاویه در کنار کعبه داره نماز میخونه. ابوجهل با کمال قلدری و تکبر رفت به طرف پیامبر، میخواهد پیامبر را اذیت کند. به هر حال شکنجه، عذاب و سختی های زیادی را پیامبر تحمل کرد، اما این که کسی بیاید چنین پیامبر را خوار کند این هرگز امکان نخواهد داشت. ابوجهل آمد و
به پیامبر نزدیک میشد تا پایش را به گردن پیامبر بگذارد. همه نظاره‌گر ماجرا بودند. در یک لحظه احساس کردند که ابوبکر دستاشو بالا برد و از اونجا فرار کرد. آمدن گفتند ابوالحکم چی شده؟ گفت تنوری از آتش بین من و محمد قرار گرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یک قدم جلوتر می آمد فرشته ها او را تکه پاره می کردند. صادق الوعد الامین صلوا علیه. یک روز بعضی از همین قلدرا و قالتاقای مکه تو اون حجر اسماعیل که شما از اینجا شاهدش هستید، تو حجر اسماعیل جمع شده بودن، با هم حرف می زدن که همین محمد همه شهر رو ویران کرده. ببین آلهه و خدایان ما رو زیر سوال برده. میگه که پدران و نیاکان ما اشتباه میکردن، باید این رو یک بلای سرش در آورد. همه میگفتن هم میکردن که بله باید خفش کرد، باید فلان کرد. در همین اثنا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد بیت الله الحرام شدند. همه با دیدن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیامبر هجوم کردند. گلوی پیامبر را گرفتند و میخواستند او را خفه کنند. در همین اثنا از دور ابوبکر شاهد ماجرا بود. از دور ابوبکر دوید به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و داد میزد اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا اون انسانی که میگه خدای من خدای یکتا و یگانه است، اون را میخواهید بکشید؟ الله فاض حنیننا صلوا علیه. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه یکی از 10 یار بهشتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در دنیا بشارت بهشت یافت، یکی از طلایه‌داران و پیشگامان ایمان و پذیرش دعوت توحید در مکه مکرمه بود. سعد که حدود 18 یا 19 سال سن داشت، از طرف مادرش مورد آزار و اذیت فراوانی قرار گرفت. مادر سعد که ایمان نیاورده بود در ابتدا شروع کرد به تحریم غذایی. خودش رو تحریم کرد و گفت قسم خورد که من غذا نمیخورم تا تو از دین خودت برگردی. خود سعد این جریان رو این گونه تعریف میکنه که بعد از اینکه من ایمان آوردم مادرم غذا خوردن رو بر خود حرام کرد و قسم خورده بود که من غذا نمیخورم و به من میگفت تو ادعا میکنی که دین شما تو رو امر میکنه به اینکه به پدر و مادرت احترام بگذاری و نیکی بکنی. من مادر تو هستم و دوست ندارم تو بر این دین و آیین باشی و باید برگردی. من به مادر خودم میگفتم مادر تو که میدونی من به این راحتی ها دست از این دین بر نمیدارم. اون همچنان داشت به این اعتصاب غذایی خودش ادامه میداد. حدود 3 روز از این جریان گذشته بود و خیلی ضعیف شده بود و ناتوان شده بود و داشت میافتاد تا اینکه این آیه نازل شد و وصینا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما. آیه 8 سوره عنکبوت درباره من نازل شد. شما را امر کردیم به نیکی به پدر و مادر، اما اگر شما را امر کردن به شرک ورزیدن در موردی که از اون هیچ اطلاع و آگاهی ندارید از اونها پیروی نکنید. من به مادرم گفتم مادر جان، یک جان که هیچ، اگر 100 جان هم داشته باشی شما به هر 100 جان شما از بین بره که من برگردم از این دین، هرگز این کار رو نخواهم کرد. وقتی که قاطعیت من رو درباره پذیرش دین، درباره ایمان من دید، مجبور شد تا اعتصاب غذایی خودش رو پایان بده. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه وقتی که در این کوهها اطراف مکه پنهانی نماز می‌خواند، روزی یکی از اقوام و خویشاوندان او رو دیده بود و به مادرش اطلاع داده بود و مادر بعد از اون روز دشمنی‌ها و مشکل تراشی‌های خودش رو در راه سعد شروع کرد. این آیه‌ای که نازل شد برای سعد و برای دیگرانی که در مکه مکرمه احیانا یکی از خویشاوندان و یا فامیل اونها و یا از نزدیکان اونها هنوز مؤمن نبودن و ایمان نداشتن، امر کرد که نیکی علل خصوص به والدین رو فراموش نکنن، اما در مواردی که مربوط به دینه نباید از اونها اطاعت بکنن و پیروی بکنن. امروز هم برای ما درس این آیه، برای اون عزیزانی که به دعوت توحید لبیک گفتن و موحد هستن اما احیانا اطرافیان کسانی هستند که هنوز به عقیده توحید
نیامدن و عقیده توحیدی رو نپذیرفتن. رابطه این افراد با اونها باید رابطه نیکو باشه، رابطه‌ای باشه انسان دوستانه، اما محبت قلبی نسبت به اونها وجود نداشته باشه که الله تعالی ما رو منع کرده از این که محبت کسانی رو که الله تعالی رو به وحدانیت نپذیرفتن و الله تعالی رو به یگانگی قبول نکردن در دل داشته باشیم. محمد